این را همه خوب داند که دنیا جای مشقت است، ولی ما باید این چیزها را خوب دانیم. و النفس لا تزکو الا بالتمحیص، نفس انسان پاک نمیشد مگر هم با آزمایش، با آمدن بلا، مصیبت، درد. وقتی که میبود نفس تازه میشد. والبلاء تظهر الرجال، بلاها مردها را از نامردها جدا میکند، دیندار حقیقی را از دیندار و مؤمن نوگی زبانی جدا میکند. علامه ابوالفرج ابن الجوزی رحمت الله علیه در کتاب صید الخاطر خود میگویند که من اراد ان تدوم له السلامه والعافیه من غیر بلاء فما عرف التکلیف ولا ادرک التسلیم. کدام شخصی که خواهد که ان تدوم له السلامه، سلامتی برای او دائمی باشد، و العافیت، عافیت، تنجی، امانی، سلامتی، من غیر بلا، و بلا نبیاید به سرش. کسی اگر همین خواهد، فما ادرک التکلیف، این آدم شریعت نفهمیده است، مقصد شریعت نفهمیده است. شریعت عبارت از امر، برو به جهاد در راه الله تعالی، او وزنین است. امر، تکالیف، فرمانهای الله تعالی، زکات برار، وزنین است. نهی نکن، چیزی که طبیعتش میخواهد نفسش به یک گناه دست زند، الله تعالی منع میکنه، نکن میگه. وقتی که به سرش بلا و مصیبت آمد، صبر کن میگه. اینا تکالیف است. این آدم تکالیف نفهمیده، شریعت نفهمیده است. ولا ادرک التسلیم، حقیقت دین مقدس اسلام را درک نکرده است، نفهمیده است. اگر کسی که همین خیلی آرزو کند در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان برپا کند، بر سری بنده مصیبت های زیاد می آید. گیرید یه دفتری را، مصیبت های خود را یک نام نویش کنید، بلاهایی که تا امروز پسی سر کردید یک نام نویش کنید. اینا همش برای امتحان است که ایمان شما مگر ایمان حقیقی هست یا ایمان دروغین. لیکن یک چیز را خوب دانید که و محنت المؤمن خفیفة منقطعة، بلای مؤمن، عذاب مؤمن، مشقت مؤمن سبوک است نسبت به مشقت و عذاب و مصیبت کافر. و منقطعة کنده شوی دارد، یعنی یک وقتی معین دارد، میبیاد میرد. و محنت الکافر شدیدة متصلة، اما بلای کافر بردوام است و وزنین تر است. بنابراین همیشه در حالت مستی میبینید آنها را از سحری مواد مدهوش کننده می نوشند یا مواد مخدر میخورند تا اینکه درد و الم و بلای و مصیبت دنیا را نچشند. شما فکر نکنید که این بلا فقط در بالای ما هست. الله سبحانه و تعالی در سوره نساء خبر میدهد این تکونوا تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. اگر شما الم داشته باشید، اگر شما درد داشته باشید ای مسلمان، اگر شما بلای مصیبت داشته باشید، فانهم یعلمون کما تعلمون، اونها هم الم دارند، درد دارند چه خیلی که شما دارید. لیکن فرقیت در چیست؟ و ترجون من الله ما لا یرجون، شما از الله تعالی هیچ امید دارید، آنها چیزی امید ندارند. شما امیدی ثواب دارید، امیدی عوضی نیک هم در این دنیا هم در آخرت دارید، و هم امید دارید که این دنیا که تمام شد عذاب شما انشاءالله به خاتمه میرسد، اما عذاب آنها شروع می شود به آخر، به کنده شوی. نسأل الله السلامة والعافیه.